پس از واکنش وحشت‌زده دیروز جمهوری اسلامی از ائتلاف احزاب کردستان، نوبت به واکنش امروز رضا پهلوی رسید تا از ارتش خیالی خود بخواهد احزاب کردستان را سرکوب کند. آقای عبدالله مهتدی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ایران و یکی از رهبران برجسته مردم کرد به بیانیه رضا پهلوی واکنش نشان داد و آن را تهدیدآمیز توصیف کرد. آقای عبدالله مهتدی نوشتند: امروز آقای پهلوی اطلاعیه‌ای منتشر کرده و بار دیگر کردها را تحت عنوان تجزیه طلب تهدید به سرکوب توسط ارتشی که هنوز تشکیل نشده کردند و از حالا سرکوب کردها را وظیفه ملی و میهنی چنان ارتشی قلمداد نمودند. بگذارید صراحتاً و یک بار دیگر اعلام کنم که مردم کردستان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در تلاش برای یک ایران مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا، حقوق بشر و مشارکت سیاسی که متضمن تأمین حقوق همه ملیت‌ها از جمله کردها باشد، کاملاً متحد هستند. شرکت یا عدم شرکت ما در این یا آن ائتلاف مشخص هیچ خدشه‌ای به این باور اصولی و به این همبستگی بنیادی وارد نمی‌کند. این نوع اظهارات همچنین نه فقط کمکی به اتحاد و همبستگی مردم ایران که بزرگترین سلاح ما در نبرد با دشمن غداری مانند رژیم جمهوری اسلامی است نمی‌کند، بلکه با تزریق نفرت و ایجاد دشمنی در میان مردم به تفرقه افکنی و تخریب همبستگی بین شهروندان می‌پردازد و با تکرار دروغ‌های این رژیم به سرکوب‌های تاکنونی نیز حقانیت می‌بخشد. در پایان هشدار می‌دهم که آنچه را رژیم جلاد جمهوری اسلامی طی 47 سال کشتار و سرکوب نتوانست در بزانو درآوردن کردها و خاموش کردن صدای حق طلبانه آنها به دست آورد، شما نیز نخواهید توانست حاصل کنید. جایی که پدران و پدربزرگان نتوانستند با همه زورها و اعدامها و تبعیدها و ترفندها ملت کرد را هویت زدایی کنند، از شما نیز کاری ساخته نخواهد بود. از این اطلاعیه نیز جز ننگین کردن نامتان و کارنامه اتان طرفی بر نخواهید بست. جان فدا هر جان فدا جان فدا نه جان فدا هر جان فدا حسب کردم برم کرجنده برم شینده بنگم ناکتی